سلام برعکس، امیدوارم حالتون عالی باشه و پر از انرژی مثبت باشید. من شاهین شجاعی هستم و اینجا کانال یوتیوب من کانال شجاعی تریت هستش. توی پارت ششم از دوره 0 تا 3 تحلیل تکنیکال کلاسیک اون اومدیم کامل راجع به خطوط روند با شما عزیزان صحبت کنیم و آموزش 0 تا 100 خطوط روند رو به شما بدیم، کامل اطلاعاتتون راجع به این مبحث رو کامل کنیم و پرش کنیم و بریم با هم یک سری نمونه مثال ها هم ببینیم و کامل بهتون نشون بدم که آقا خطوط روند چی هم و کجا کاربرد دارن. و رفقا این موضوع رو در نظر بگیرید، خطوط حمایت و مقاومت که حالا محدودهای حمایتی و مقاومتی بودن در واقع سطوحی هستن که به عنوان سطوح استاتیک برای ما شناخته میشن، ولی در واقع خطوط روند سطوح حمایت مقاومتی هستن که به صورت داینامیک دارن برای ما شناخته میشن. و حالا بریم با هم دیگه روی صفحه مانیتورم، حتما تا انتهای ویدیو همراه من باش و اگه تا الان کانال یوتیوب من سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب. خب رفقا، به این خطوطی که در واقع می‌بینید به صورت مورب هستن و به صورت یک محدوده قیمتی هستن ما بهش میگیم ترند لاین یا خط روند. نگاه کنید، برای مثال قیمت یک حرکتی رو داره انجام میده به این شکل، قشنگ نگاه کنید، به این شکل داره انجام میده و میبینیم که بعد از رسیدن به یک محدوده قیمتی داره ریزش میکنه. به این محدوده مقاومتی میگن ترند لاین. نگاه کنید، ترند لاین محدوده مقاومتی داینامیک هستش به اصطلاح، که قیمت هر بار بعد از برخورد به اون محدوده قیمتی کامل ریزش انجام داده. پس به این محدوده قیمتی مقاومتی میگن ترند لاین. و حالا دقیقا برعکس این اتفاق هم ممکنه بیفته، محدوده حمایتی باشه این ترند لاین ما. نگاه کنید، برای مثلا این محدوده رو داریم، قیمت حرکت میکنه و بعد از هر ریزش حالا به این محدوده داره واکنش نشون میده و به این در واقع خط داینامیک که داره باعث حمایت مارکت میشه بهش میگن ترند لاین و کامل همه چیز مشخص و مبرهمه رفقا، حواستون باشه. پس به این میگن ترند لاین. و حالا بریم یک سری ترند لاین ها رو با هم دیگه روی چارت بکشیم، مشاهده کنیم و ببینیم چقدر برای ما ترند لاین ها اهمیت دارن و کجاها اهمیتشون بیشتر میشه. رفقا حتما این موضوع رو در نظر بگیرید، هر چقدر تعداد برخوردهای اون ترند لاین بالاتر بره قطعا برای ما اعتبار بیشتری رو خواهد داشت. الان نگاه کنید، اینجا برای مثال یک ترند لاین سعودی میتونیم پیدا کنیم. نگاه کنید، این محدوده کامل مشخصه برای ما یک محدوده قیمتی بوده که باعث حمایت از بازار شده. میبینید یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار و تعداد برخوردهاش بالاتر رفته. یا اینجا رو نگاه کنید، به این شکل بوده، یک ترند لاین نزولی داشتیم، قیمت بعد از هر برخورد بهش داشته واکنش میداد، خیلی هم زیاده، یک بار، دو بار، سه بار، بار چهارم دیگه اومده شکسته و برای خودش یک ترند لاین و یک روند صعودی رو ایجاد کرده. به طور کلی رفقا ما روی ترند لاین ها به دو شکل میتونیم معامله کنیم. نگاه کنید، یا میتونیم توی این نقاطی که انتظار داریم مارکت قرار حمایت چه معاملات بای بزنیم، یعنی توی این نقاط نگاه کنید، تو این محدوده میتونیم وارد معاملات بای بشیم با استاپ لاس زیر ترند لاین. میبینید اینجا مثلا وارد معاملات بای شیم با استاپ زیرش، یا اینکه نه یه کار دیگه ای که میتونیم حالا روی چارت انجام بدیم چه کاریه. نگاه کنید قشنگ، میتونیم بگیم که هر موقع مارکت ترند لاین ما رو شکست و تثبیت داد و توی پول بکی که داشت انجام میداد و یعنی توی برگشتی که حالا به اون سطح قیمتی داشتیم میتونیم وارد معاملات سل بشیم. نگاه کنید اینجا میتونستید وارد معاملات سل شورت بشید. نگاه کنید اینجا ورود میزنید، استاپ لاستون میاد پشت سطح ترند لاین و تارگتتون میتونست مبدأ حالا اون ترند لاین باشه و یک معامله خیلی زیبایی رو شما عزیزان میتونستید بگیرید روی در واقع حالا خط روند خودتون. حالا بریم یک سری مثال ها هم باز نگاه کنیم با تجربه حالا ایده های معاملاتی که به شما دادیم رفقا. خیلی در واقع موضوع واضح و مبرهمه برعکس. نگاه کنید الان اینجا برای مثال ما یک ترند لاینی داشتیم تحت عنوان ترند لاین مقاومتی، کامل مشخصه دیگه. نگاه کنید به این شکل یک محدوده بالاخره اومده این ترند لاینش رو شکسته. نگاه کنید اینو قشنگتر در نظر بگیریم.
به این شکل. توی این محدوده بالاخره اومده ترند لاین ما شکسته شده و بعد از برگشتی که داشته اینجا میتونستیم وارد معاملات بای بشیم. نگاه کنید خیلی راحت بوده. این نقطه وارد معامله بای میشه، استاپ اونم میرفت پشت حالا ترند لاین اون توی این محدوده و نگاه کنید چه آر زیبایی رو به ما داده. آر 7 خیلی راحت میتونستیم بگیریم، 6 رو میتونستیم 6 و نیم، 7 رو خیلی راحت میبینیم میتونستید بگیرید و استفاده کنید از این سبک معاملاتی و از این استراتژی که به شما ایزان آموزش دادیم. برای مثال این نوع هم یک ترند لاین دیگه بوده، میبینید یک بار، دو بار، سه بار، بار چهارم حتی یک واکنش ریزی رو ما اینجا داشتیم. نگاه کنید اینجا یک واکنش ریزی داشتیم، بعدش شکسته شد و روند نزولی شد و مارکت ریزش خودش رو انجام داده. و رفع ترند لاین ها برای ما به شدت اهمیت دارن و ادامه این ترند لاین رو نگاه کنید. چرا باید سقف این محدود دقیقا به ادامه همین ترند لاین بشه؟ این اهمیت ترند لاین ها رو داره به ما نشون میده، پس حتما حواستون باشه برعکس. به طور کلی توی جلسه ششم کامل راجع ترند لاین ها باهاتون صحبت کردیم. اهمیتی که این سطوح حمایت و مقاومت داینامیک بودن رو بهتون گفتیم و علاوه بر اینها نحوه معامله گیری و نحوه استفاده از استراتژی حالا ترند لاین ها رو بهتون آموزش دادیم. امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید از این جلسه اپیزود و اگه تا الان کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. اینجا بزرگترین منبع پراپ تریدینگ ایرانه، شجاعی ترید.